قبل از بازی بین دسته‌های منتخب فوتبال برزیلیا و کوستاریکا نزد ورزشگاه کلانتری شهر سنت پتربورگ انبوهی زیادی مخلصان به نظر می‌رسید. هواداران قهرمان پنج کرته جهان با احساساتی به‌نهایت بلند تیم خود را در این رقابت داوطلب اساسی می‌شماریدند. من باور دارم که دسته منتخب ما در این بازی پیروزی به دست می‌آورد، زیرا ما منتخب به‌نهایت قوی هستیم. تخمین می‌کنم که با حساب 2-0 بازیگران برزیلیا ظفر می‌یابند. دسته ما در این رقابت با تیم کوستاریکا افضلیت کلان دارد. چنین پیشگویی می‌کنم که با حد امکان بازیگران ما 3 گل به دروازه حریف بروان می‌کنند. نیمار می‌تواند گل اولین خویش را در این مسابقات به هدف رساند. دسته ما نه تنها در بازی امروزه پیروز می‌شود، بلکه در جام جهان غالبیت به دست خواهد آورد. ما یک دسته قوی ام که پنتاکامپیون ها نام میبرند. باور دارم که مخلصانی که از آمریکای جنوبی آمدند از بازی دسته ما حلاوت میبرند. همینطور منتخب فوتبال برزیلیا اولین پیروزی خویش را در جام جهان 2018 به دست آورد. شاگردان تیته در رقابت دور دوم منتخب کوستاریکا را مغلوب نمودند. بعد از انجام بازی ما با یک چند ستاره‌های فوتبال برزیلیا که در بازی امروز شرکت داشتند صحبت انجام دادیم. ما دسته قوییم و این را شما امروز شاهد بودید. از دقیقه اول ما برتری را به دست گرفته تا آخر برای پیروزی تلاش نمودیم. مهم آن نیست که کدام نفر مؤلف گل شد، بلکه مهم غلبه دسته به شمار میرفت. این پیروزی به اندیشه من موفقیت تمامی دسته به حساب خواهد رفت. گلی که در دقیقه ایلوگی به ثمر رسید تا جای برای ما ظفر آورد. من باور دارم که در بازی من بعد ما برای یک راه تلاش میکنیم. Hoy porque el árbitro fue, mira, en el primer partido no. در مورد تاکتیک و بازیگزاری تیم منتخب برزیلیا کاپیتان دسته بیشتر به سوالها پاسخ داد. با اندیشه حمایتگری دسته پاریس سن ژرمن نقش دفاعگران دسته هم در این غلبه به‌نهایت کلان بوده است. من فکر میکنم که ژائو میراندا، مارسلو، فاگنر نه تنها خوب دفاع کردند، بلکه در بعضی موردها به خط حمله کمک خویش را رسانیدند. بازی به‌نهایت مشکل بود، زیرا ما خوب میدانستیم که حریف به ما مشکلی ایجاد میکند. غیر از غلبه چیز دیگر ما را در این بازی قانع نمیکرد. تییاگو سیلوا در انجام صحبت در مورد سگانه بهترین کریستیانو رونالدو، مسی و نیمار ابراز از باخت آرژانتین تأسف خورد، ولی قید نمود که آرژانتین با مسی میتواند به دور دیگر راه یابد و این سگانه را بهترین بازیگران کنونی ارزیابی کرد. Neymar, Paredes, Neymar, Cristiano, Messi sont phénomènes. نیمه‌فیزیتگر دسته چلسی و منتخب برزیلیا ویلیان به سوال آن که آیا منتخب برزیلیا میتواند مدعی برای به دست آوردن جام جهان باشد چنین جواب داد: به دست آوردن عنوان قهرمانی آسان نخواهد بود، اما ما تنها به خاطر به دست آوردن جام ششم به موندیال آمده ایم. برزیلیا همیشه در این گونه رقابت‌ها فرصت را از دست نخواهد داد. ما پیروز میشویم و مردم برزیلیا با ما افتخار میکنند. باور دارم که آرزوی ما عملی میشود. منتخب کوستاریکا بسیار هم حریف پرقوت برای ما بود، اما چطوری که شما شاهد بودید فوتبالبازان ما دوام 90 دقیقه بازی نظارت توپ را به خود گرفته موفق شدند. حالا ما هدف داریم که از گروه به دور دیگر راه یابیم. بعداً باز مقصدهای دیگر در نزد بازیگران گذاشته می شود. Foi merecedor porque lutamos pelo gol desde o primeiro minuto até o final. دروازه‌بان منتخب فوتبال برزیلیا الیسون بیکر از پیروزی دستش اظهار قناعتمندی نموده. ابراز اندیشه نمود که غلبه در رقابت دوم به‌نهایت مهم بود. گل زده کاوتینیو در این رقابت آرزوی ما را عملی کرده. مهارت نیمار باشد ما را به پیروزی رسانید. نیمه‌فیزیتگری دسته بارسلونا و منتخب برزیلیا پاولینیو گفت: ما عضو یک دسته ایم و در یکجایی با موفقیت نائل میشویم. امروز حریف با ما به‌نهایت مقابلیت نشان داد. اگر ما پیروز نمی‌گردیدیم آنگاه امکانیتی برآمدن از گروه خیلی کم میشد. اکنون فکر و اندیشه های ما نسبت به بازی در پیش ایستاده با منتخب فوتبال سربیا خواهد بود. باور دارم که این بازی هم به خوبی برای ما انجام می‌یابد.